او می گفت در سالهایی که احوال زندگانی ما اینقدر بد نبود، روشن نیاز به کسی گپ نزده و برای خود یگان چیز طلب نکرده کار میکرد. اما آن وقتا اینقدر غمگین و مایوس نبود. اما در سالهای آخر احوال ما بسیار بد شد. سال وبا از سال دهقانی چیزی نروید. سال گذشته یک مقدار حاصل رویده باشد هم در ما غیر از 3 من 24 پود ماش، 5 من 40 پود جواری سفید چیزی نماند. تخم کشت را که از عبدالرحیم بای قرض کرده گرفته بودیم از سر خدمت دوچند کرده به او دادیم. مالیات زمین و 10 وقف را املاکدار خانه سوخته و اجاره‌دار خدا به خبر 3 چند کرده گرفتند و انداز حاصلی در سال وبا به سبب بی حاصلی نرویده را هم به حاصل سال گذشته ضم کرده ستاندند. انا بعد از همین احوال روشن نیاز به درجه رسید که من به بسیار عمر دیدن او امید ندارم. تقایی از همه خوردم نیازخان چوپانی میکرد. او چند سر گوسفند خانواده خود و گوسفندان کسان دیگر را در چول میچرانید و بیشترین وقتهای تابستانی و زمستانی او در چول قزل میگذشت. نظر به قول مادر کلانم گوسفندان در سال وبا بی نگاه و بین و لاغر مانده، در زمستان سال وبا بیشترین آنها در چول حرام مردند. بره های گوسفندان زنده مانده را برای زیاد کردن نسلشان امسال نکشتند و بنابراین از چاروا امسال هیچ درآمد نشده است. حق چوپانی که عبارت از پشم گوسفندان کسانه است به حساب زکات گوسفندان در سال وبا تلف شده به زکات چی رفته است و خوراک و پوشاک تقایی چوپانم به گردن دهقانی ناشد باری بر زیاد شده مانده است. قربان نیاز که بعد از مردن تقایی کلان ملا دهقان کلان ترین تقایی هایم شده مانده بود. بعد از قاضی را پرتافته رفتن قاضی عبدالواحد او ملازمی را ترک کرده است و به پخته کشی در آمده است. او از پخته جلابان غوزه جایداری را برکشیده می گرفت، غوزه را کشیده از حلاجه گذرانیده، پخته و پنبدانه را برکشیده به بای می سپرد و در این خدمت خود حق ناچیزی به او می رسید. مادر کلانم گفت من و بابایت فقط با غیرت همین تقاعیت نمرده ایستاده ایم. او از این کار خود پوشاکی اهل خانواده را به قدر ضرور تیار کرده به بالای این به ما گاها کمتر گوشت و نبات هم آورده می دید که در این پیری در تنی فرتود شده ما مداری می شود. نظر به قول مادر کلانم قربان نیاز از پخته کشی هرچی یابد فقط از غیرت خود و از بسیار کار کردن خود می یافته است. وگرنه درآمد ناچیز این کار به کسانی که از عادت بیرون بسیار کار کرده نمی توانند به جایی نمی رسیده است. در حقیقت با غیرت کار کردن این آدم آهن بدن مرا در حیرت انداخت. در وقتی که من به آنجا رفتم موسم پخته کشی تمام شده بود. با وجود این قربان نیاز در بدری پخته جلابان رفته 1 من 2 من غوزه یافته می آمد. وقتی که غوزه به دستش در آمد خودش، زنش و زنی روشن نیاز به غوزه کشی می در آمدند. بعد از یک مقدار پخته کشیده شدن او به سر حلاجی می نشست و تیر حلاجی وی مانند چرخ آسیا تیز می گشت. غوزه کشان که 2 نفر زن بودند من هم با آنها یاری می دادم. چال و کمپیر هم به قدر قوتشان به غوزه کشی همراهی می کردند. همه اینها به حلاجی وی پخته رسانده نمی توانستند. تقای دیگرم که علی خان نام داشته از قربان نیاز و روشن نیاز خورد و از نیاز خان کلام بود، با وجود در حولی پدر زندگانی کردن از عائله پدر جدا بود. او چای فروشی 4 بازارگرد بود. دستمایه او 1 اسب، 1 خورجین چای و 1 سنگ و ترازوی خردی چای برکشی بود. او غیر از روز جمعه هر روز به بازار می رفت، در آنجا در صوفچه یا ایوانچه نشسته چای خود را می فروخت. هر وقت که چایش کم ماند به غژدوان یا به شهر بخارا رفته از چای فروشان کلان چای می خرید. در خانه پخت و پز و خوراکش هم از دیگر اعضایان عائله جدا بود. معلوم بود که او با زنش چیزهای بامزه‌تر می خورند. زنش هم به یگان کاری عائلوی اشتراک نمی کرد. او غژدوانی بوده، جامه های سرپخته میده لگنده غژدوانی می دوخت. نظر به قول قربان نیاز درآمد علی خان بد نبود و او از هنر زنش هم فایده می برد، اما خسیس بود و به پدر و مادرش هیچ نگاه و بین نمی کرد. مادر کلانم گفت علی خان هر روز بازار می رود
اما یگان بار ندیدم که برای من یا پدرش یگان کلچه شرمال آورده باشد و حالان که معده فرتود شده ما این زغاره سبیل مانده را هضم کرده نمیتواند. باری پدرش به زبان آمده برای ما از بازار یک کلچه شرمال بیار گفت، اما نیاورد و در بازار کلچه شرمال نبوده است گفت. البته این گپ او را یک بچه 1 ساله هم باور نمی کند. وقتی که ما دادرانمان را در خانه بابا مانده بخارا رفتیم، احوال تنگ این خانواده به ما معلوم بود. اما امیدوار بودیم که تقایی سوداگرمان به همشیره‌زادگان خود یاری داده آنها را از مردن نگهداری خواهد کرد. از حکایه مادر کلانم پی بردم که او به دادرانم هیچ یاری نداده است. با وجود این برای درست‌تر فهمیدن این ناآدمگری او به مادر کلانم گفتم. معلوم می شود که علی خان به دادران من خوب نگاه نکرده است و حالان که همه امید ما از وی بود. خوب نگاه نکردن آن سو ایستد، گفت مادرم. هیچ نگاه نکرد. کرام‌الدین از زغاره خوری به بیماری بدهضمی گرفتار شد. او زغاره میخورد و در رو قی میکرد. بعد از ساعتی باز نان طلب میکرد. ما از روی بود باز زغاره میدادیم، باز قی میکرد. آن بچه فربه شدنی در این بیماری در مدت 1 ماه گویا برف شد که آب شد و چارچوبه قاق شده ماند. یک بار از علی خان و زنش برای وی 1 پرچه نان گندم پرسیدیم. نداریم گفته ندادند و حالان که هر هفته 1 تنور نان گندم میپختند. مادر کلانم یک آهی دراز کشیده باز دوام نمود. به دادرانت نگاه کردن آن طرف ایستد، حتی او به شمایان دعوا هم کردن میخواست، گفت مادر کلانم. من از این سخن مادر کلانم در تعجب افتادم که تقاییم به ما چی دعوا داشته باشد و حالان که در بین ما و او و در بین پدر و مادر ما و او هیچ معامله پولی و مالی نگذشته است که به دعوا آید شود. ناخواست ملاحظه زیرین به خاطرم رسید. شاید علی خان درباره از ما گرفتن خراجات مرده مادرم به پدر و مادرش چیزی نگفته باشد و از آن وجه ما را قرضدار نشان داده و خرج مرده دخترتان را من کردم گفته آنها را از خودش منتدار کرده گشته باشد. و به این ملاحظه به مادر کلانم گفتم اگر دعوای تقاییم از وجه خراجات مرده مادرم باشد، او آن خراجات را از ما تماما و به حساب ما حتی برزیاد رویانده گرفته بود. باز چی دعوا داشته است؟ از آن وجه نه، گفت مادر کلانم. با شنیدن این جواب مادر کلانم ملاحظه اولم خطا و دعوای تقاییم جدی برآمد. پریشانی سختی در احوالم روی داد. از یک طرف برای این دعوای بی اساس نامعلوم که از تقایی خودم از دادر مادرم به ما شدنی بوده است آتشین می شدم و از طرف دیگر از کدام وجه بودن آن دعوا را نفهمیده در حیرت می ماندم. آخر با آهنگ غضب‌آلود از مادر کلانم پرسیدم پس از کدام وجه بوده است آن دعوای نان قاق؟ مادر کلانم ویران شدن وضع من و پریشان شدن احوالم را پی برده از گپ گفتگویش پشیمان شد و روی آن گپ را پوشاندن خواسته گفت علی خان از چاربازارگرد شدنش باز خسیس و تنگ چشم شده است. فعل و اطوار بایهای کلان را تقلید کرده با وجه و بی وجه به هر کس دعواگر شدن میگیرد. پیر شدم، معینه‌ام خالی شده است. گپم را هر زمان گم میکنم و چی گفتنم را نفهمیده میمانم. نباشد به شماها دعواگر شدنش را نشنیدم و ندانسته گفتم. البته من با این اصلاح کاری بی منطقانه مادر کلانم قناعت نکردم و پریشان حالیم دوام کرد. لیکن در روز دوم این صحبت حقیقت آن دعوا به من روشن گردید. روز یکشنبه روز بازار دهنوی عبدالله جان بود. بازارجا به دهه تقایی هایم پهلو به پهلو بود. من همراه تقایی کلانم قربان نیاز به بازار رفتم. ما به سر دکان تقایی چای فروشم که در یک صوفچه بلند بود نشستیم. از چایخوران شناس هم چند آنجا غون شده بودند. سخن بر بالای شناخته شدن یا نشدنی صفت چای خشک می رفت. بعضی ها می گفتند چای را تا دم کرده ننوشید شناختن ممکن نیست. بعضی دیگر ها می گفتند فقط با دم کرده در رو نوشیدن هم صفت چای معین نمی شود، بلکه بعد از دم کردن چند دقیقه دم داده ماندن در کار است.
اگر در مدت دراز رنگ آبی چای بر نگردد و بوی بیگانه پیدا نکند، معلوم می شود که چای اعلی بوده است. بعضی دیگر می گفتند که با رنگ چای خشک و بوی صفت آن و درجه پستی و بلندی آن معلوم می شود. بدم کرده ماندن نوشیدن هیچ احتیاج نیست. قربان نیاز به گپ همراه شده گفت: خواه چای باشد، خواه آرد، خواه برنج باشد، خواه چیزی دیگر، در حالت خامیشان شناختن ممکن است. فقط یک قدر تجربه در کار است. اما در دنیا یک چیز است که شناختن وی هیچ ممکن نیست. اگر سالها تجربه کنی و شناختم گفته قرار دهی، ناگاه معلوم می شود که یک جای وی را نشناخته بودی. این چیزی کس ناشناس آدم است. بعضی ها می گویند که آدم را از ذات و ذریات شناختن ممکن است. اگر بابا و اجداد و پدر و مادری کسی نغز باشند، او هم نغز می شود. اگر بد باشند، بد می شود. این نادرست است. با ذات نغزی و بدی حیوانات را معین کردن ممکن است، اما آدم ذات ندارد. بسیار می شود که از آدمی نغز بد می روید و از آدمی بد آدمی نغز. آدم بی ذات است. هر کدام آدم ها با خصلت جداگانه می رویند، پرورش می یابند و کلان می شوند. تقایی هم چای در دست داشتهش را نوشیده، پیاله را به دادرش علی خان داده و به او یک نگاهی تیز تند کرده دوام نمود: نه تنها آدم های بیرونه را شناختن ممکن نیست، حتی یک آدمی مخصوص را، مثلا یک خویش نزدیک خودت را عمر تجربه کنی، اکنون شناختم گفته مقرر نمایی، روز یک نغمه می برارد که آن نغمه پیشتر به تو معلوم نشده بود. به طریق مثال، من برادر خودم همین علی خان را نشان می دهم. چشمان اهل صحبت با تعجب به طرف علی خان دوخته شد و علی خان با شبهه و حیرت به برادر کلانش دقتکارانه می نگریست. او به یک اضطراب درونی گرفتار شدگی بری می نمود. او بی‌صبرانه منتظر شنیدن شرح خصلت‌های خود از زبان برادرش بود. قربان نیاز سخن خود را دوام داد: انا همین علی خان دادر من می شود. ما هر دو از یک پدر و مادر رویده ایم. من از این 8 سال کلانتر می باشم. گفته می توانم که من او را برداشته کلان کرده ام. بنابراین می بایست من او را درست شناخته گرفته باشم. لیکن همین سال فهمیدم که من تا حال او را درست نشناخته بودم. چی نو از هر کدامی در آنجا حاضر بودگان سوال افتادن گرفت. انا این طور، گویان قربان نیاز به سخن خود دوام کرد. این مرا نشان داده جیانی ما پسری همشیره امان می شود که وی هم با ما از یک پدر و مادر رویده است. این یک برادر کلان هم دارد که بیشترین شمایان وی را می شناسید. اینها 2 دادر هم داشتند که یکی از آنها این زمستان مرد. حاضر این جیانها 3 نفرند. سالی وبا پدر و مادر اینها مردند. این بچگان در روز سخت افتادند. با وجود این و برادر کلانش برای خواندن به بخارا رفتند. انا همین دادر سوداگرم به جای این که به اینها یارمندی کند، دعواگر شده برآمد. چی نو با سوالی تعجب آمیز اهل صحبت تکرار یافت. دل من باشد در پیچ و تاب و سینه‌ام به نفس کشی تنگی کردن گرفت، چون که دیروز باز از بازی که با مادر کلانم صحبت کردم، چی بودن و از کدام وجه بودن آن دعوای بی اساس در دل من یک غوطه شده مانده بود و من درباره از کدام وجه بودن وی هرچند فکر میکردم عقلم به جایی نمی رسید. اکنون وقت آن آمده بود که من چی بودن و از کدام وجه بودن آن دعوا را فهمم. اما دلم تا شهر دادن قربان نیاز طاقت کرده نمی توانست. من بی‌صبرانه میخواستم که او چی بودن آن دعوا را نه با سخن، بلکه مانند یک پارچه سنگ یا کلوخ به دست گرفته نشان دهد تا که من زودتر فهمم و غده دلم گشاده شود. قربان نیاز دوام نمود: در وقتی که همشیره ما را به پدر اینها نکاح میکردند، از روی عادت مقرری در مجلس نکاح از خویشاوندان داماد طلب کردند که مهر معجل را، یعنی مهری را که در وقت برهم خوردن نکاح خواه با طلاق باشد خواه با مرگ یکی از زن و شوهر داده می شود، معین کنند. آنها برای این مهر مهلتی روی دریچه در دهه ساکتری داشته یزنه‌مان را تعیین کردند.
تعجب شنوندگان تا رفت زیاد می شد و هیچ کس نمی فهمید که این حکایت به دعوا چی دخل داشته باشد و تعجب غضب آلود من از دیگران زیادتر بالا می گرفت. قربان نیاز دوام نمود: این دادر سوداگرم نمیدانم این واقعه را از کی شنیده بوده است که بعد از مردن پدر اینها از روی شرط نکاح همان روی دریچه مال همشیره ما می شده است و از 2 تناب زمین که از پدر اینها مانده است به طریقه میراث نیز 8 به همشیره می رسیده است که 4 تناب می شود. این با 4 تناب روی دریچه همگی نیم تناب می شده است. از بس که همشیره‌مان در زندگی پدر و مادرش مرد، از روی شریعت 6 مال دخترشان یعنی 6 همان نیم تناب زمین به پدر و مادرمان می رسیده است. انا همین دادری بایمان خواست که از جانب پدر و مادرمان به جیانهای در راه مانده امان دعوا کرده 6 همان نیم تناب زمین را گیرد. های 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 ها ها و سرجنبانی های افسوس آمیز از طرف اهل صحبت سر شد. نمیدانم علی خان شرم داشت یا نه، اما من به سبب تقایم بودنش از کار او شرم داشته نه به آدمان نگاه میکردم و نه به او. شما فکر کنید که گویان قربان نیاز دوام کرد این چقدر پستی و تنگ چشمی است. من خسیسی و تنگ چشمی دادرم را میدانستم. نه به خویش و تبارها حتی به پدر و مادرش هم رحم نداشتن و غمخوری نکردن او را کیها فهمیده بودم و میدانستم که این خودپسند، خودبین و خودخورم است. اما به این درجه پستی فرامده رفتن او را همین سال فهمیدم. قربان نیاز چای در دست داشتش را نوشیده باز دوام نمود: اگر همین دعوا را کرده همون 6 نیم تناب زمین را میگرفت هم به او چی میرسید؟ حالا حاضر چیزی به او نمیرسید، چون که وی مال پدر و مادرمان حساب میافت. اما بعد از سری آنها اگر تا آن وقت این سوداگر زنده ماند، در قطار 5 نفر میراثخور 1 سهم میگرفت که به پول نیمچه 500 گرم چای برابر نمیشد. این نهایت درجه پستی و پست نظری است. هرچی باشد پدر و مادرمان به این بی آبرویی و پستی راه ندادند و به هیچ وکالت آنها این از جانب آنها دعوا کرده نمیتوانست. لیکن هر روز پدر و مادر پیر خود را عذاب میدهد و گپ‌های سخت میزند که چرا به او برای این دعوا وکالت نمیدهند. من بعد از تمام شدن حکایت قربان نیاز قدری سبک شده سر برداشته به اهل مجلس نگریستم. ناخواست چشمم به تقای سوداگرم افتاد. او در زیر آب و عرق شرمندگی مانده بود. سرخم کرده می نشست. نه به من، نه به برادرش و نه به آن کسانی که در آنجا بودند نگاه کرده نمی توانست. چای نوشان و خریداران برای سبک نمودن بار شرمندگی او یگان یگان خیسته رفتند. بعد از تنها ماندنمان علی خان بی آن که سر بالا کند به برادرش گفت: در پیش مردم بیگانه مرا شرمنده کردنت لازم نبود. من میخواستم که، گفت قربان نیاز، تو را برای این خصلت بدت جزای سخت دهم، لیکن اگر تو را زده دست و پایت را میشکستم هم جزا موافق گناهت نمیشد و هیچ نفعی هم نداشت. به بالای این دست به گریبان یکدیگر شدن ما برادران سبب رنجش پدر و مادر میگردید که این به نظر تو چیزی نباشد هم به نظر من گناهی عظیم است. من فکر کرده همین جزا را یافتم که تو را در پیش مردم شرمنده کنم تا که تو این عادتهای بد خود را پرتایی. اگر تو با همین درست شوی و با پدر و مادرت بد معاملگی نکنی، من این جزا را برای تو بسنده و خود را خوشبخت میشمارم. نه اگر باز با راه همان عادتهای پست و بدی خود رفتن گیری، به دیدن شرمندگی از این هم بدتر و سختتر حاضر باش. من از این صحبت خیلی خرسند شدم. اول آن که من حقیقت دعوا را و به کوشش ما برادران برطرف شدن آن را دانسته از شبهه و پریشانی برآمدم. دوم این که تقاضای های خود را شناختم و این را هم فهمیدم که تقاضای سوداگرم چقدر بدطینت و پس نظر باشد. تقاضای پختکشم همان قدر عالی همت و دانشمند بوده است. و حال آن که هر دوی آنها هم بیسواد در یک خاندان در پیش یک پدر و مادر بیسواد در یک دیهه و در یک محیط پرورش یافته کلان شده بودند. اما من در آن وقتها نمیدانستم و نمیفهمیدم که به تقاضای سوداگرم فعل و اطوار سوداگران تأثیر کرده او خصلت تنگ چشمی سوداگری پیدا کرده است
و تقاعی کلانم به ضمن این که با مهنت حلال زندگی میکرد، در وی تأثیر قاضی عبدالواحد سریر بود که او شاعر و دانشمند زمان خود بوده از همفکران احمد مخدومی کله بود. قربان نیاز برای خبر گرفتن دادرش به چول رفتن خواست. اگر به سیاحت چول هوس داشته باشی تو را همراه خود میبرم، گفت او به من. من با خرسندی قبول کردم، چون که بوی بدی شهر بخارا را فقط شمال چول میتوانست از دماغ من ببرد. قربان نیاز یک تنور زغاره پزانده به خورجین انداخت. ما هر دو به 2 خر سوار شده راه چول را پیش گرفتیم. بعد از دیه برآمدنمان قدم به قدم هوا بهتر میشد. چون از رود کهنه شافرکام گذشته از آبادانی مدنی دیهات برآمدیم، هوا باز هم فارمتر شد. با وجود آخر بهاران و اول تابستان بودن، به سبب سیربارانی آن سال علفهای خودروی دشت هنوز سبز و خرم بودند. هر جا پرچه پرچه لاله‌زارهای گوناگون رنگ هم به نظر می نمودند. تقاعیم مگر از خاموشانه رفتن دلتنگ شد که از دیده و شنیده هایش گپ سر کرد. او بیشترین از احوال قاضی عبدالواحد و از خوبی های او گپ می زد. من از او پرسیدم شما چرا بعد قاضیگی را پرتافته رفتن قاضی عبدالواحد به یگان قاضی دیگر ملازم نشدید؟ مگر پختکشی به شما دشواری نمی کند؟ گویان او در جواب من گپ سر کرد. وقتی که قاضی مرحوم قاضیگی غژدوان را پرتافته بخارا رفتن خواست و ما چند نفر ملازمان قدردانش کوچی او را تا شهر برده به خانه‌اش فراوردیم. او ما را در آنجا یک شب مهمان کرد. پگاهانی آن شب با وجود بیماریش مرا جیغ زده به پیش خود درآورده پرسید باز به یگان قاضی ملازمی کردن میخواهی؟ من که در آن وقت همه قاضی ها را مانند او گمان میکردم بی ایبا میخواهم گفتم. او به فکر فرو رفت و بعد از دقیقه سر برداشته همه قاضی ها خدا بیخبر و ظالمند، آدم در در خانه آنها ویران و خراب می شود گفت و باز به اندیشه فرو رفت. بعد اندک خاموشی گفت پسری عارف خان اعلم پارسا خان در همین روزها قاضی شده است. عجب نیست که هنوز به ظلم بیداد عادت نکرده باشد. میلت اگر ملازمی کردن خواهی تو را به پیش او میفرستانم. چند ملازمی قدردان دیگر هم به جای برای ملازمی فرستادنشان را طلب کرده بودند. آنها را هم همانجا میفرستانم و به همه‌تان یک خط میدیم. ما 5 نفر بودیم. همان روز با مکتوب قاضی عبدالواحد به قاضی خانه پارسا خان رفتیم که در تومن گژدمک بود. ما مکتوب را با او دادیم. وی بعد از 2 روز همه ما را یک جایه به پیش خود درآورد. بعد از پرسیدن احوال و چند سال ملازمی کردن هر کدام ما، او گفت رویه قاضی عبدالواحد که شما در خانه او تربیت یافته اید دیگر بود و کارداری ما جوان قاضیان دیگر است. چنان که جناب عالی به ما به اندازه به دولت چگونه خدمت کردنمان و به خرسندی ذات عالی چی نوع کوشیدنمان بها میدهند، ما هم به ملازمان خود به اندازه کارکنی آنها بها میدهیم. ملازم کاردان و کارکن آن است که تا میتواند از فقرا مهرانه قاضی را زیادتر رویاند و از مرافعتیان حق خدمت را پیشتر ستانده و نیمه آن را به صاحب دولت خود به قاضی سپارد. اگر شمایان همین طرز خدمت کرده توانید، از شما هم من راضی می شوم. هم جناب عالی خوشنود. یک سر اسب خودتان هم 2 سر شده به خوشی روزگار میگذرانید، وگرنه در پی یگان کاری بیچارگی دیگر می روید. من با شنیدن این نصیحت قاضی جوان بی آن که از وی رخصت گیرم به خانه خود برگشتم و از همان روز سر کرده در پی کاری پختکشی افتادم. خب از پختکشی زندگی چی نوع میگذرد؟ من باز پرسیدم. تقاعیم بعد از قدر خاموش ایستادن جواب داد. پختکشی در اصل کاری بد نیست. کسی که قوت و صحت داشته باشد برای او این کار دشواری هم نمی کند و اگر صاحب کاران با راستکاری مزدیند زندگی هم از این کار بد نمی گذارد. اما افسوس که همه پخته جلابان که خوجینان پختکشان حساب می یابند دزد و فریبگرند. با دزدی در برکش یک تن نان پختکش را یک برده کرده می دهند.
در اینجا تقاعی مضمون آن چیزهایی را که در بابهای 9، 10 و 12 قسم یکم رمن غلامان درباره از دهقانان برکشته گرفتن غوزه و به پختکشان برکشته دادن آن در حولی عبدالرحیم بای و درباره جنجال بای با پختکشان تصویر یافته است، به تفصیل حکایه کرده در آن جنجال به قاضیخانه کشیده شدن خودش را هم نقل نمود. در باب 12 قسم یکم رمن غلامان من آبرزی تقاعیم را با نام توتی برود رستم نشان دادم. ما در این وقت به سر یک جوی باطل شده رسیدیم که از رود خشکیده رفته جلوان در وقت سیرابی آن آب می گرفته است. من نام آن جوی را از تقاعیم پرسیدم. او جواب داد: از بس که این جوی در زمان سیرابیش تیزگذر نام دیه را آب می داد است، به وی جوی تیزگذر نام دادند. من که در فهمیدن معنی کلمه ها و مناسبت نام ها به صاحبانشان هوس داشتم، از او پرسیدم: آن دیه را چرا تیزگذر نامیدند؟ او در این باره یک افسانه خلقی را حکایه کرده داد. نظر به قول او، در زمان پیش در لب جوی دیه با دختری صاحب جمال می نشسته است. او در دست کاسه داشته است که با وی از جوی آب گرفته می نوشیده است. در همین وقت چوپان پسری از چول پیاده با طرف دیگری جوی می آمده است. چون چشم چوپان پسر بر روی زیبای دخترک افتاده است، به حسن و جمال او مفتون شده به او نگریسته راست ایستاده مانده است. دخترک از وی پرسیده است: این چی نگاهی عجیب، رویم خورد قریب؟ جوان پسر جواب داده است: عاشقم و بیقرار. دخترک کاسه در دست داشتش را به طرف او دراز کرده گفته است: کاسه بر زر بیار. چوپان پسر جواب داده است: مفلسم و رهگذر. بای دختر به او مغرورانه گفته است: نخور و تیزگذر. انا به همین مناسبت نام آن دیه تیزگذر شده مانده است.